میگویم که زنی که بسیار سریال تماشا میکند به نهایت زیاد، حکمش چی است از نظر شریعت؟ التماس جواب گویید. بله، سریال هایی که در آن صورت های فحشا نشان داده می شود، سخن های قبیح و عمل های بدعت و شرک در آن اجرا کرده می شود، دیدن آن نوع سریال ها حرام است. و به اینها گفتنیم که الله سبحانه و تعالی در سوره مریم میگوید که و انذرهم یوم الحسره، ای پیغمبر مردم را از روز حسرت بترسان، از روز پشیمانی بترسان. یکی از نامهای روز قیامت روز پشیمانی است، چون که در آن روز هم نیکوکاران هم بدکاران پشیمان میشوند. برای ضایع کردن وقت روز قیامت بنده پرسیده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که قیامت می شود، انسان وقتی که از جایش می خیزد حال قدم نگذاشته از 4 چیز پرسیده می شود. 2 چیزی آن مخصوصی به وقت است. گفتند از عمرش پرسیده می شود که چگونه گذرانید، و از خصوصی جوانیش پرسیده می شود که ایام جوانی هر یک لحظه اش به نهایت قیمت است. عموم عمر و عموم وقت به نهایت قیمت است. انسان وقتش را باید در کارهای پرثمر استفاده برد و ضایع کردن وقت در نزد سریال هایی که صدها سریال دارد و وقتی انسان را ضایع میکند حرام است. به جای این به تربیه فرزندان مشغول شوید، تعلیم آیات قرآن، تعلیم حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تعلیم شریعت، عبادت الله تعالی، یا به یک کاری که به فایده دینتان هست مشغول شوید. و اینچنین الله تعالی در سوره غافر میگوید که و انذرهم یوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، مردم را از روز ازیفت بترسان ای پیغمبر. ازیفت یعنی روزی نزدیک، روزی که آمدنش نزدیک است، یعنی روز قیامت. مردم را بترسان، مردم را خاطر رسان کن از روز آخرت. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، روز قیامت روزی که قلبها یعنی دلها به حنجرها می آید، یعنی به حلقوم، به گلو می رسد. اگر انسان ترسد حرکت دل او بسیار می شود، تیز حرکت می کند. شما ببینید الله تعالی میگوید که روز قیامت قلب از ترس و دهشت آن روز تا گلوی انسان می بیاید. شما تصور کنید چگونه روز است. الله تعالی میگوید که پیغمبر مردم رو بترسان با روز قیامت تا اینکه وقتهای خود را ضایع نکنند و در طاعت و عبادت الله و رسول صرف کنند. الله تعالی اعلم.